درود ای هموطن، بیننده بسیار هوشمند. در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زاری معانی از سلسله در مسیر تاریخ و ما گروه ایجادی همراه مهمان استاد بسیار گرامی قدر که پیوسته در این سلسله به برنامه دعوت می شوند، نویسنده خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، تاریخ نگار برات عبدالرحمن که حضور مبارکشان را به برنامه خیر مقدم میگوییم. تمنا داریم که هر کدام شما در آغوش این وطن آزاده، در آغوش این وطن امن، یک زندگی خوب، یک زندگی خوش، یک زندگی به تشویش داشته باشید بسر. در برنامه گذشته استاد قصه کردند از حضور بسیار منوری تاثیرگذاری اردشیر بابکان در صفحه تاریخ و وعده داده بودند که قصه خواهند کرد در برنامه آینده از حضور پسر اردشیر. شما در برنامه گذشته از ظهور اردشیر، از قهرمانی های اردشیر و از وفات اردشیر گفتید و وعده دادید که از شاپور، از شاه پسر اردشیر در این برنامه قصه خواهید کرد. دیگر بفرمایید، سخن از شما. ببینید که اردشیر بابکان پایه دولت ساسانیان را زمینه گذاشت و این دولت سرور خاندان ساسان را گذاشت. یعنی ساسانیان، سلاله ساسانیان نام گرفت و اردشیر 19 سال پادشاهی کرد و در دوام 19 سال پادشاهی او توانست که رقیبان به واسطه خویش ارتبان و ولاگیز برادران را از میان بردارد. در برابر این سرلشکرانی که به مقابل او می جنگیدند آنها را برکنار نماید و سرلشکران زیاد حاکمان مضافات‌های فارس و کرمان و دارابگرد و همون را به طرف خویش بکشد و وعده بدهد که ما یک دولت توانای به مثل دولت هخامنشیان را به مثل دولت دارای بزرگ و کوروش کبیر را می سازیم و ما تلاش میکنیم که از دست امپریای ریم سرزمین های باخته را برگشته بگیریم. همین ایده، همین پیشنهاد، همین شعار در گرد او وطنخواهان و آنهایی را که مثلا خصومت و دشمنی نسبت به پارتها داشتند از آنها ناراضگی دیدند و جانب اردشیر بگذارند و اردشیر سال 241 بعد 19 سال پادشاهی از جهان گذشت و به جای او پسرش شاپور به تخت نشست. شاپور یک جوانمرد بسیار سلاحشور، توانا، بیباک و صفشکن بود. او هنوز در زمان زندگی پدرش با چندین سرلشکران روم جنگیده در نبردها خود را نشان داده بود و همچون جنگاور بی همتا، همچون شاهنشاه دارای اراده قوی شناخته شد. وقتی که این به تخت نشست، در عرفه به تخت نشستنش هنوز در دوره زنده بودن پدرش، چنانه که من گفتم در برنامه گذشته، امپراتور مغرور و توانای روم گاردین 3 لشکر کشید. او لشکرش را به 3 گروه تقسیم کرد. گفت که من یک بار همه امپریای همین ساسانیان را میگیرم. گروه یکم به طرف ارمنستان و آذربایجان به سمت قفقاز فرستاد. گروه دوم به سمت انتیوخیا و سلوکیا فرستاد، یعنی از ادیسا سر کرده. ادیسا امروزه اروپای ترکیه است. گروه سیوم را خودش به واسطه سروری میکرد که 60,000 سپاه داشت. این راست به همون تایسفون آمد به پایتخت. گفت من تمام امپریای همین ساسانی را گفت میگیرم، خاک و ترابشان را میبیزم. گفت از ایلک من گفت خاک کتسیفان در شترها و در اسبها و در کشتیها بار کرده گفت با روم میآورم، گفت با ویزانتیا میآورم. همینا وعده داد. اینقدر باوری؟ بله، اینقدر باوری داشت
چونکه او طلای بی‌نهایت زیاد داشت و او حتی ستایش کرد. در برنامه گذشته گفت که آن طلایی که من دارم میتوانم بدون لگیون های ریم، این در همون وای هست در تاریخ نامه ها، در تاریخ مارسل این است، میتوانم بدون لگیون های ریم دولت ساسانیان را شکست دهم. و چنانه که من گفتم در دوره زندگی پدرش این نبرد سال 239 روی داد و این نبرد 4 سال کشید و امپراتور گوردیان سال 234 به تخت نشسته بود. در سال 239 بعد 4 سال به تخت نشستن کشته شد، از طرف شاپور کشته شد، در ктечفон با نیزه شاپور کشته شد. اینا در تاریخ تبری آورده اند و این شاپور در همین نبردها خود را همچون سرلشکر توانا، همچون یک شاهنشاه بی همتا نشان داد و او در برابر شکستن همون امپری ها قریب 40,000 لگیونرهای ریمی را اسیر گرفت. و تبری و تاریخ نگاران می نویسند که تاریخ نگاران شرقی شاپور میگوید این اسیران ریمی را میگوید برده به ساختن شهر شاپور میگوید شده برد به شاپور و به گوندی شاپور برد میگوید و 2 شهر ساخت میگوید. همون از بین همون رومی ها میگوید معماران، هنرمندان، چوب تراشان، مرمر تراشان همه همونا گرد آورد میگوید، از اسیران برد میگوید شهر به شاپور و گوند شاپور را ساخت. گوند شاپور این اکادمیای دولت ساسانیان است. اونجا اولین بیمارخانه ها، اولین مدرسه ها، اولین طبابتگاه ها، اولین اثرهای فلسفی ایجاد شد. در اونجا از تمام دنیا کتاب ها را گرد می آوردند. کتابخانه گوند شاپور یکی از کلانترین کتابخانه های دنیا هست. از تمام دنیا نسخه برداری کرده کتاب ها را می آوردند و در همین دوره پادشاهی شاپور یک همین گوند شاپور یعنی به نام خودش است، هم به شاپور هم گوند شاپور به نام خودش است، شهری به نام خودش را ساخت و در همین جا هم فرهنگ، هم تمدن، هم معماری و هم سپاسداری شاپور نظام سپاسداری، نظام لشکرداری را دیگرگون کرد. بله. او در برابر نیروی اساسی آنها را اسبوران تشکیل میکردند. اسبوران یعنی اسب سواران گفته. دسته های یکچین سواره بودند که در جنگ ها با تیراندازی بی اندازه تیر آنها در فاصله 700 متر میرفت، قریب 1 کیلومتر میرفت دوریشون، برابر تیر کمان میرفت. و در برابر اسبوران همون نظام لگیون های رومی را جاری کرد. او همون طرز لشکرداری رومی ها، لشکر وزنین لگیون های وزنین سلاح مثلا گویم ساسانی را، لگیون پیاده‌گرد هایی که سلاح های وزنین داشتند، پیاده‌گرد هایی که سلاح های سبک داشتند، پیاده‌گرد هایی که مثلا آنها طلایه بودند، پیشگرد بودند، لشکر پیشگرد، همه همین را از نو ساخت. پیشگرد همه همین را از نو ساخت و همون لشکر دائم و عمل کننده جاری کرد. به آنها معاش میداد، دستمزد میداد. چونکه این از همون کاراکالا و از همون مثلا فیلیپ چنانه که گفتم 3000 تانه طلا گرفت، 3000 تانه طلا ذخیره گرفت و ثروت زیادی داشت. ثروت اشکانیا یا پارتو هم به همین ها میراث ماند و یک دولت بسیار توانا و دولت پیشگام و دولت پیشرفته ساخت. و وقتی که گوردیان کشته شد و جای آن امپراتور فیلیپ انتخاب گردید. فیلیپ در حال صلح پیشنهاد کرد، شاپور نپذیرفت. گفت که من تا پایتخت تو همون شهر کنستانتینوپل نگیرم نمیگذارم. فیلیپ ترسید، باز آدم فرستاد، میگویند که 400 نماینده فرستاد. بعد این میگوید توان انداخت، توانی که کاراکالا داده بود میگوید 500,000 دینار، 500,000 دینار 3 تانه طلا میشود.
500,000 دینار آوردن میگوید. بعد این صلح و سازش بعد یک مدت میگوید تقریبا 10 سال، از سال 39 40 تا سال 52 ملک آرام بود میگوید. بله بعد آرامی. فیلیپ میگوید نیروهون داشت و وقتی که خودش بخواتر حس کرد میگوید آهسته میگوید به طرف ارمنستان رفت و 60,000 لشکر خطی میگوید از ارمنستان و آذربایجان گرفت میگوید. با همون نیروهای مرکز گریزی که در مود در همدان بود میگوید همونو خط زبان یک کرد و به جنگ پرداخت میگوید. شاپور میگوید همون نیروهای جنگی آمادهش رو میگوید به مقابل آنها برد و در نبرد میگوید فیلیپ کشته شد. فیلیپ کشته شد و باز صلح بستند. فیلیپ هم امپراتور بود، گوردیان هم امپراتور بود، گوردیان سوم. و امپراتور سوم که میخواست کینی گوردیان و کینی فیلیپ بستاند، بار سوم لشکر کشید. این لشکر کشی به سال 260 رست میآید. 260 رست میآید. جنگ اینها قریب 5 سال دوام کرد. در دوام این 5 سال این والریان 120,000 سپاه قطعی اومد. این همون مثل دریا اومدن، مثل بحر اومدن، مثل موج اومدن و آنها میخواستند که تمام سرزمین هایی که همون شاپور و اردشیر از دست آنها کشیده بود برگردانند. والریان خودش سرلشکر بود، از طایفه اشرافای بانفوذ بود. وقتی که اون به تخت نشست او تجربه کلان جنگی داشت و میخواست که همه شاپور را شکست داده به خاک یکسان کند. امپراتور والریان لوسی والریان و این با 60,000 عسکر اومد و در میان سپاه اینا وبا اومد. وبای کپری میگویند. این وبای کپری همون سربازا را به تبلرزه افکنده از میان میبرد و اینها دیگر درست جنگ کردن نتوانستند و همین شاپور با بسیار آسانی همون لشکر والریان، اول لشکر 60,000 والریان که طرف کتسفان می اومد همون را شکست داد. در همون کعبه زردشت، در همون استخر، در شفت استخر، فاصله بین کعبه زردشت و نقش رستم تقریبا 2 کیلومتر است. بنده رفته دیدم. در همون جا شاپور سوار اسب است. والریان امپراتور روسی والریان به زمین خوابیدگی هست. تاریخ نگاران میگویند که او بعد شکست خوردن میگوید زینه ای را ادا میکرد این امپراتور که همون شاپور میگوید وقتی از اسب فرامدن پایش را به پشت والریان میماند. یعنی اون زینه ای با اسب سوار شوی شاپور ادا میکرد میگوید. و در اونجا همون والریان با خواری و زوری تصویر شده است. امپراتور سوم که از دست مثلا همون خاندان ساسانیان شکست خورد. بعد گوردیان دو و بعد کاراکالا و بعد الکساندر سیورو این امپراتور چهارم بود. فیلیپ امپراتور پنجم بود. یعنی این در دو دولت دو امپراتور شکست خورد، اسیر افتاد، مرد، نابود شد، تاوان جنگ داد. و والریان تاوان جنگیگران باز به گردن گرفت و نهایت او را بخشیدن و تاریخ نگاران میگویند که او تا دم مرگ میگوید همون در خدمت همون شاپور بود میگوید. گرچند شاپور میگوید گذشت میکرد لیکن او اسیر بود میگوید. اسیرایی که زنده ماندن میگویم برای ساختن همون شهرهای گوند شاپور و به شاپور سفر برگردیدن میگویند. و با همین سال 271 شاپور یک از جهان گذشت. این یکی از پادشاهان بسیار توانای خاندان ساسانیان بود که تمام همون ساسانیان با نام این افتخار میکنند. در برنامه آینده درباره خاندان ساسانیان یکی از پادشاهان خاندان ساسانیان صحبت خواهیم کرد. سلامت باشید استاد عزیز، سلامت باشید. وقتی شما قصه منمایید و ما گوش و هوش میشویم همین گونه احساس میشود و مطمئنم که همین احساس به بیننده بسیار هوشمند ما هم میرسد. مثل که یک کوهننگ وطنداری به کتف بار میشود، مثل که یک آسمان محبت وطنسازی
در صفای باطن طغیان میکند. انا همین احساس را هر بار که میآید استاد در بیان خود مثل که میکشه در روان هر یک شنونده، هر یک بیننده. همتتون بلند باد استاد. زی این صداقت به همین زحمت تاریخ را انعکاس کردن، تاریخ را شناختن، تاریخ را معرفی کردن، ترغیب کردن، ارج گذاشتن مثل که همت بلند می باید. کاری آسان است و هنر هر کس هم نیست. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی واژه‌زار معانی از سلسله در مسیر تاریخ حضور بسیار مبارک داشتند، چون همیشگی ابراز اندیشه های بکر و سبز و سازنده نمودند. در بیان خاص به خودشان استاد بسیار گرامی قدر، نویسنده خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، تاریخ نگار برات عبدالرحمن که این مراتب قصه کردند از سرنوشت شاپور یک پسر اردشیر بابکان که چگونه به میدان تاریخ آمدند، چگونه به میدان نبرد و به میدان دولتداری آمدند، چگونه دولتداری کردند و چگونه از دنیا گذشتند و وعده دادند در برنامه آینده ادامه خواهند داد از سرنوشت شاهنشاهان دوران ساسانیان. دیگر پیشنهاد از ما قضاوت خاطر از شما، یک زندگی پر از افتخار، پر از وقار، پر از عشق، پر از هویت ملی نصیب ما و شما تا دیدارهای بعدی.